سلام، من افسانه‌ام و شما خیلی خیلی خوش اومدید به کانال من، خونه من و کتاب خونه من. این ویدیو اپیزود 8 یا هفته 8 از فصل دوم پروژه 1 در هفته. پروژه 1 در هفته یه پروژه‌ایه که من چند ماه پیش شروع کردم که تصمیم گرفتم 1 روز در هفته تایم بیشتری برای کتاب خوندن بذارم، یعنی 1 روز در هفته کار اصلی من کتاب خوندن باشه و کتاب خوندن. فصل اول 16 هفته بود و 3 ماه تقریبا این وسط وقفه افتاد چون رفتم ایران و جنگ و الان هم هفته 8 از فصل دومه. اول این رو بگم که من این ویدیو رو ضبط کردم و الان یه دفعه دیدم که کلش تار شده و الان دارم دوباره ضبطش میکنم. سعی میکنم چیزی که دوست داشتم بگم که توی اون ویدیو گفتم رو یادم بیاد که بگم، ولی خب اول از همه اینو بگم که این پروژه چی رو تو من بیدار میکنه. من قبلا، یعنی در همه زندگیم، کتاب خوندن وقتم رو با ارزش میکرده. یعنی وقتی که تو صف بودم، وقتی تو تاکسی بودم، وقتی تو راه بودم، وقتی که منتظر کسی بودم، این تایم ها کتاب میخوندم بدون اینکه برم دنبال این که وای فلان کتاب خوندم. نه، یه کتاب میخوندم و خوشم میومد میرفتم از همون نویسنده کتاب دیگه میخوندم، توی اون کتاب به یه کتاب دیگه اشاره میشد میرفتم اونو میخوندم. یک جایی یکی یک کتابی رو ریفر میکرد مثلا که این خوبه و اینا، میرفتم میخریدم و میخوندم. این سیستم کتاب خوندن من بود تا اینکه کرونا شد و من شرکتم تعطیل شد و من به خاطر اینکه اومدم خونه موندم خیلی تایمم تلف میشد. یعنی صبح یک کتاب میخوندم و بعد میرفتم میدیدم کتاب نمیخونم، میدیدم همه روزم داره میره و از یه جا به بعد با خودم گفتم خب الان بهترین تایم برای اینه که من بیشتر کتاب بخونم، ولی بدنم نمیپذیرفت چون عادت کرده بود که تایمای تلف شدهش رو تبدیل کنه به کتاب خوندن. نمیپذیرفت که بشینه صبح وقتی که یه تایم مفید برای انجام یه کاری داره بشینه کتاب بخونه. خیلی طول کشید که این اتفاق بیفته و یه بخشش هم مدیون اینستاگرامم، چون یهو تصمیم گرفتم که توی اینستاگرام کتابی که میخونم و معرفی کنم و اصلا نمیدونستم که حتی ناشرها پیج اینستاگرام دارن، چه برسه به اینکه کسی پیج داره. گفتم همینجوری میذارم یه مثلا کالکشنی برای خودم باشه. و بعد که پیجو زدم کم کم دیدم او همه ناشرها پیج دارن، او همه مثلا بچه‌ها دارن کتاب معرفی میکنن. حالا خیلی کمتر از الان بود ولی خب در هر صورت بازم زیاد بود و این ارتباطی که با همه گرفتم کم کم باعث شد که من عادت کنم که کتاب خوندن اوکیه بقیه روزم باشه. و از اونجایی که من در تمام زندگیم خداوندگار انجام کارهای موازی بودم و هستم، یعنی اصلا بدن من نمیتونه یه کار تنها رو انجام بده. دارم کتاب میخونم داره پام حرکت ورزشی میره مثلا، یا از اون ور داره یه کار دیگه میکنه، مثلا دارم ورزش میکنم از اون ور یه چیزی تو گوشم پلیه. یعنی حالا اینا دو چیز ساده بود مثال زدم ولی کلا اینجوریم. امکان نداره وقتی دارم ظرف میشورم و آشپزی میکنم و اینا فقط کارم ظرف شستن و آشپزی باشه. این اصلا مزیت نیست، برعکس عیبه. یعنی یکی از مشکلاتم اینه که نمیتونم یک کار کنم، همش دارم چند تا کار میکنم و معروف بودم از بچگی به این که همیشه چند تا هندونه با یه دست برداشتم. الان که دارم فکر میکنم تو خریدم همین شکلیم، همیشه دستام اینجوری پره، بغلم پره. و آره این اتفاق همینجوری ادامه پیدا کرد و یادم اون موقع که من مثلا موازی خوانی میکردم توی اینستاگرام خیلی از بچه‌ها مثلا میومدن میگفتن که چجوری اینا رو میخونی قاطی نمیکنی، و من مثلا راهی که رو خودم جواب میداد و بهشون پیشنهاد میدادم. و مثلا قشنگ یادمه که مثلا میدیدی اون آدم میگفت من 2 تا رو الان دارم با هم میخونم گیج میشم، ولی بعد یه مدت میدیدی که داره 4 تا کتاب میخونه، 3 تا میخونه، 5 تا با هم میخونه. ولی من دیگه ماکسیمم تعداد موازی خوانی که داشتم 18 تا در روز بود. 18 تا در روز بود، یعنی هر روز از اون 18 تا کتاب روزی 20 دقیقه تا نیم ساعت، بعضی وقتا برای بعضیاش حتی بیشتر وقت میذاشتم. و این قضیه همینجوری بالاخره ادامه پیدا کرد و بعد من مهاجرت کردم. و خب اول به دلیل اینکه خب توی زمان انقلاب مهسا بود و من کلا مطالعه اومده بود پایینتر و خب مهاجرت هم مثلا باز خودش یه عالمه ماجرا داره و من مثلا خب بالاخره مطالعه‌ام کمتر بود و کتاب فارسی کمی همراه بود. بعد که دوباره افتادم رو دور که مثلا میخوندم و فلان و اینا، دیدم که آقا یه چیزی تو زندگی من کمه. قلب من وقتی داره کتابو میبنده بره سراغ بقیه زندگیش، درد داره که داره اینو میبنده که آقا 10 صفحه خوندی، 5 صفحه خوندی، اصلا این کتاب الان داستان یه جاییه که تو نباید اینو ول کنی.
و این همینجوری مثلا خوره افتاده بود به جون من، تا اینکه یه بار دیدم که هما یه ویدیو گذاشت توی یوتیوبش که 7 ساعت اینطورا توی روز اومد کتاب خوند و من دوباره این جرقه رو گرفتم، گفتم وقتشه، تو این مرگو الان کم داری تو زندگی. و از این ویدیوی هما این ایده رو گرفتم که این پروژه رو شروع کنم که یک روز در هفته بیام بیشتر تمرکزم بذارم رو کتاب خوندن و لالوهاش به کار دیگم برسم. حالا همه این حرفا رو زدم که بگم که این کتاب‌ها کتابایی که الان همراه منه و الان برای همشون یه توضیح میدم. ساعت 10:28 است و من یه بخشی از اینها رو الان خوندم، یعنی کلاس ورزشم رو انجام دادم و حافظ و شاهنامه رو خوندم و الان میخوام برم سراغ بقیه و دفعه بعدی که بیام ویدیو بگیرم اون کتابی که میخواستم رو خوندم. از بالا شروع کنم. حافظ غزلی که امروز خوندم این بود: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. بقیه‌شو نمیخوام بخونم، ولی این یه تیکه، خب این دوتا بیتیه که ما خیلی شنیدیم و کشتی شکستگانی میگه دیگه، اصلا الان من گفتم همه احتمالاً میدونید. چیزی که توی پادکست گفت این کشتی شکستگانی، وقتی که کشتی شکسته باشه که نمیگه باد بزن دیگه میمیریم، این داره میگه که این در واقع این بوده که کشتی نشستگانیم. این خیلی بر من جالب بود و خیلی برام جالب بود که تا حالا یک بار وقتی این بیتو میدیدم به این فکر نمیکردم اگه کشتی شکسته چرا باید باد بیاد. آره، خلاص اینکه این از حافظ. بعد شاهنامه رو گوش دادم. نبرد انگار روز اول نبرد رستم و سهراب بود، تا پایان حالا شب می جنگن و بعد رستم از هوشمندی و تجربهش استفاده میکنه و نبرد متوقف میکنه که یه نفسی بگیره و سهراب قبول میکنه. همچنان رستم این شباهت ها رو میبینه ولی همچنان نمیفهمه. همچنان سهراب با اون لحن گستاخانه‌ای که قبلا هم بهش اشاره شده که با مادرش و بزرگان داشته با رستم صحبت میکنه و رستم رو تحریک میکنه، چند بار اونو پیر خطاب میکنه با اینکه رستم سنی هم نداره، ولی اینجوری پیش رفت دیگه. نبرد فعلا به اینجا رسیده، شب اول تموم شده و باید برم سراغ این کتاب. هفته پیش نخوندم به خاطر اینکه استادم گفت که نخونی. الانم این همرام هست ولی احتمالاً توی تایمی که مربوط به اینه خود بیهقی رو بخونم با یه نمایشنامه مرگ یزدگرد بهرام بیضایی که گفته بودم بخونیم. نمایشنامه رو توی کیندل دارم باید بخونم. اگر ذره‌ای به این علاقه دارین که تاریخ بیهقی بخونید و اگر هیچ علاقه‌ای ندارین که تاریخ بیهقی بخونید، تاریخ بیهقی رو خودتون نخونید. برین دوره‌های آقای حجازی رو شرکت کنید و اصلا خط نبرین، فقط گوش بدین. باورم نمیشه که این سیستم تدریس رو دارم میبینم برای اولین بار. من معلمای خیلی خوبی داشتم، یعنی معلمایی که همیشه مثالشون میزنم، مخصوصا یکی از معلمان، ولی آقای حجازی اصلا توی لیگ دیگه داره تدریس میکنه این مسئله رو. مثلا شما فکرشو بکنید که مثلا سر یه کلاسی میشین یه دفعه میگن که سینوس اینو محاسبه کن بذار اینجا، تو اصلا نمیدونی الان این سینوس وزن، قد، خط، نقطه است، اصلا نمیدونی سینوس چیه. کاری که آقای بیهقی توی این کتاب میکنه اینه که خب این تاریخ بیهقی دوران غزنویان، سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی. کاری که میکنه اینه که مثلا شما یهو نمیدونم چجوری بگم که حق مطلب ادا بشه و اجحاف نشه، مثلا یهو کلمه او میبینی، بعد میگه که خب بیایم ببینیم این او کیه، به نظرتون کیه؟ بعد مثلا یکی میگه سلطان، مثلا سلطان محموده، بعد میگن سلطان محمود، میگه سلطان محمود کیه؟ من سلطان محمود نمیشناسم. وای، یعنی اون لحظه خداست. از تو خطای قبلی او رو پیدا میکنه. مثلا او اینجا نوشته مثلا امیر فلان، این امیر است و اون امیره قبلا گفتیم کیه، مثلا تو خطای قبلی معلوم شده اون امیره کیه. و این پلکانی به عقب برگشتن خیلی شیرینه. هیچ کلمه این نیست که معنیشو خودش بگه و هیچ کس ندونه، مدام داره از جمع کمک میگیره معنی اینو بگین چیه و مدام مشارکتتو داره توی کلاس. بچه‌هایی که یکی صداشونو وصل میکنن، خود منم مثلا بارها که نه، خب بخاطر چند باری صحبت کردم تو کلاس، نظر میپرسه و هر دستی که بره بالا رو
ازش مثلا یه خروجی میگیره و این مشارکت تو کلاسش عالیه. من فکر کنم توی این 2 جلسه 2 ساعته ما 1 صفحه اینطور از کتاب جلو رفتیم. احتمالاً اونو بخونم، نمیدونم، شاید هم باز یه بازیگوشی کردم و این کار رو انجام دادم. مسئله بعدی، کتاب بعدی یعنی کتاب روانکاو و داستان‌های دیگر ماشالله آسیسته که این کتاب هم با ترجمه عبدالله کوثری عزیزه. اون 2 کتاب دیگه که اونم با ترجمه ایشون بود، کینگ کاسپوربا رو که خوندم تموم شد. خاطرات پس از مرگ باروس کوباس هم عبدالله کوثری بود فکر کنم، حالا اینجا نیست. دون کاسمورو هم که کتاب بعدیش بود با همین ترجمه است. من میخواستم دون کاسمورو رو شروع کنم ولی پروژه 1 در هفته 9 قراره طی 2 روز ضبط بشه و من میخوام اون کتاب رو اونجا شروع کنم. به خاطر همین گفتم بذارین کتاب که حجمش کمتره و یک داستانش رو قبلا خوندم، داستان آخرین خواستو، اینو شروع کنم که تا دوشنبه تمومش کنم اگه بشه. و فوکوسم حالا امروز میذارم روش که یه حجم زیادیش رو بعد امروز بخونم. کتاب کینگ کاسپوربا رو معرفیشو فعلا نمیذارم، میخوام کل کتابای ماشادو تموم بشه و همه رو با هم بذارم. کما اینکه کتاب پول زندگی امیل زولا و آخرین انار دنیا رو من هنوز معرفیشو نذاشتم، متاسفانه نرسیدم ویدیو بگیرم. اینم انجام میشه. بعد باید برم سراغ این کتاب و خیلی ناراحتم که هنوز ضبطی ازش نذاشتم چون خیلی داره جلو میره. و بریم سراغ این بخش. من این 4 تا نمایشنامه رو گذاشتم و این 4 تا از اریک امانوئل اشمیت، هر 4 تاش هم با ترجمه شهلهاری از نشر قطر است. مهمانسرای 2 دنیا و خرد جنایت ها رو که توی این هفته‌های گذشته خوندم، فقط الان اینجا آوردم که نشون بدم این 4 تا با همن. عشق لرزه رو قبلا خوندم و میخوام این هفته یعنی امروز این رو بخونم و بعد هفته بعدترش این کتاب رو بخونم و وقتی که 4 تاش تموم شد یه معرفی میذارم برای 4 تا. اینم از این و من الان دیگه برم سراغ کارام چون تقریبا ساعت 10:35 است و من فقط 1 ساعت و تقریبا 10 دقیقه این اشعار رو خوندم و شنیدم و الان تایم زیادی برای خوندن هنوز مونده. بریم ببینیم این هفته چطور پیش میره. فقط پیش خدا گفتم برام درست کردی، هرچی از خدا خواستم خدا داد. آخر کار فقط با این حالم یه دستی. خب من برگشتم، الان ساعت فکر میکنم مثلا از من ببینم ساعت 1:05. اونجوری که فکر میکردم نخوندم واقعیتش چون یه سری کارا داشتم و اینا، یعنی سری چیزا پیش اومد. یه تقریبا 3 ساعتی این وسط 100% سمت کتاب نبودم. 1 ساعت از در جستجوی زمان از دست رفته خوندم، 1 ساعت و ربع کتاب روانکاو خوندم، 1 ساعت تاریخ بیهقی یعنی تاریخ بیهقی و نمایشنامه مرگ یزدگرد بهرام بیضایی رو خوندم و 1 ساعت و 10 دقیقه هم که حافظ و شاهنامه، 20 دقیقه هم برای ویدئوی تا 7 خانه آنورتر و اون پارتی که توی کتاب بود وقت گذاشتم. خب از اینجا شروع میکنیم. تا 7 خانه آنورتر این اپیزود در مورد یه مادر بزرگی بود که بهش میگن مامانی و یزدی بود و خیلی شیرین بود. بعد خونه این مادر بزرگ خیلی حس عجیبی داره، نمیدونم الان دارم میگم چون این تصورم از خونش از توی ویدیو، نمیدونم توی این بود یا نه. آره اینجاش هست، ببینید این عکس پایین دیده میشه. اینجا آشپزخونه‌شه. آره بعد من قبل اینکه اصلا ببینم این مامانی مال کجاست حس کردم که یزد و اینا باشه، به خاطر اینکه اونجا اون بالا سقف یه جوری بود که آدم تصورش این بود که از بیرون اینجوریه، مثل خونه هایی که تصورمونه از یزد. بعد و آره یه مام بزرگی بود که تو یزد زندگی میکرد از کانال تا 7 خانه آنورتر صابر ابر و امروز که اینو دیدم، قسمت 8مش رو دیدم، خونه 8مین مادر بزرگ رو دیدم، فهمیدم که این ویدیوها گویا پایان پیدا کرده، یعنی تموم شده. مطمئناً این کتاب 100 تا اینطورا هست. فکر میکنم یه بارم شنیده بودم از خود صابر ابر توی برنامه‌ای که 100 تا مادر بزرگ خونه 100 تا مادر بزرگ رفته بودن، ولی ویدیوها 100 تا نیست. یعنی فکر میکنم 20 تا اینطورا، شاید هم کمتر بود اینجوری که نگاه کردم پایانشو. این از این. بعد رفتم سراغ در جستجوی زمان از دست رفته. در جستجوی زمان از دست رفته توی این مرحله
دو تا شخصیت جدید وارد شدن. حالا صرفا من چون یادم رفته وقتی که اینو خوندم، الان مثلا اسمای اینا اصلا به نظرم اسمای مهمی نیست، یعنی تا جایی که یادمه اینا ادامه دار نبودن. ولی یه بخش خیلی جالبی داشت در مورد تئاتر و میگفتش که من اون موقع خب عاشق تئاتر بودم و خانواده‌ام هنوز بهم اجازه نداده بودن که برم تئاتر، و 2 تا تئاتر دومینوی سیاه و الماس‌های تاج رو که مال سال 1837 و 41 بوده که روی صحنه میرفته تو پاریس، میگفت پدر مادرم گفته بودن که وقتی بهت اجازه بدیم یکی از این 2 تا رو قراره بری ببینی و انتخاب کن. و این خیلی، این تیکش خیلی جالب بود که میگفت من بارها این 2 تا رو توی ذهنم تا پایان رفته بودم و بعد هر کدومش برام یک سری نقاط قوت داشت و بعد با خودم سر جنگ میافتادم که کدومش رو انتخاب کنم، چون یکیشو میتونستم انتخاب کنم وقتی که اجازه صادر میشد. و این برای من خیلی حس آشنایی بود که ماها خیلی وقتا این کارو میکنیم، یعنی یک داستان رو وقتی که به یک شروع میکنیم به خوندن یا یه فیلم رو به دیدن یا یک داستانی یکی داره تعریف میکنه، تا وقتی که به پایانش برسه ما داریم تو ذهنمون یه پایانی براش متصور میشیم و اون پایانی که ما متصور میشیم ممکنه با هیچ کدوم از اون پایان‌ها یکی نباشه. خیلی این اتفاق افتاده. یا مثلا ممکنه شما یه اتفاقی برات میفته و اون اتفاق خیلی شیرینه یا خیلی خنده داره یا خیلی غم انگیزه یا یه حسی رو خیلی به صورت شدید داره. حالا من واسه زیبا بودن و شیرین بودن و خنده‌دار بودنش میگم. مثلا یه فیلمی دیدی و خیلی خوشت اومده، اینقدر تعریف میکنی، بعد اون آدما میرن میبینن، بعد وقتی که میرن میبینن میگن ببین اون چیزی که میگی نبود، یا این کتابه اون چیزی که میگفتی نبود، یا این جایی که رفته بودی اصلا اونجوری که میگفتی قشنگ نبود. انگار که بعضی وقتا حس‌هایی که ما دریافت میکنیم انقدر تشدید شده تره که واقعیت خیلی متفاوته از اون. و آره، این از در جستجوی زمان از دست رفته که تقریبا 10 صفحه خوندم و خب یک سری یادداشت‌ها بر اون داشتم توی این دفتر معروفش. بعدش رفتم سراغ کتاب روانکاو و من بهتون گفته بودم که داستان روانکاو رو تموم میکنم و میرم سراغ داستان بازوان آن زن، ولی اینو یک رو بیشتر از 1 ساعت ادامه دادم که فقط داستان روانکاو رو تموم کنم. خیلی داستان عجیب بود. یک کاری که این ماشادو میکنه، یعنی این کتاب، این نویسنده این کتاب توی اون 2 تا کتاب دیگه هم که ازش خوندم دیدم و تو کتاب آخرین خواستش رو، داستان آخرین خواسته همین کتاب هم این حس میشد و توی این داستان هم حس میشه، اینه که به شدت با خواننده بازی میکنه، به شدت میخواد تو صورت خواننده بزنه که تو به شدت آدم قضاوتگری هستی. خیلی این حرکت رو انجام میده، یعنی تو رو تا مرزی میبره که اون آدم رو، اون کاراکتری که داره به داستان رو برات، مثلا داستانش رو داره برات تعریف میکنه رو تو بدترین حالت ممکنه تصور میکنی و ازش متنفر میشی یا دلت براش میسوزه یا یه حسی بهش پیدا میکنی، یه حسی با شدت، و بعد به مرور به تو میفهمونه که اشتباه کردی، اون آدم اصلا اینجوری نیست، تو قضاوت کردی از روی جملات من. و نه اینکه به روتینو بگه ها، تو در ادامه میفهمی که این آدم مثلا دروغگو نیست، این آدم کلاهبردار نیست، این آدم دیوونه نیست، یه همچین چیزایی. خیلی حس جالبی بود. بعد این روانکاو، خب یک داستان یک روانکاوه که یه تیمارستان توی یه شهر کوچیکی که اصالتش مال اونجا میزنه و این روانکاو میخوانش برای شهرهای بزرگ، ولی خودش میگه من ارق دارم به شهر خودم. یعنی اول داستان روانکاو یه آدم جذابه، در ادامه داستان همچنان آدم جذابیه، یه جایی از داستان یه دفعه روانکاو برای تو یه آدم سیاه میشه که میگی توف ذاتت، و بعد دوباره برای تو رنگ میگیره و بعد دوباره، یعنی انقدر این شخصیت برای تو بالا پایین میشه که تو باورت نمیشه که توی داستانی کمتر از مثلا 60 صفحه، فکر کنم صفحه 63 تموم میشه، 9 شروع میشه، کمتر از 60 صفحه است دیگه، 50 خورده صفحه، این داستان داره با تو بازی میکنه. یعنی این نویسنده داره با تو بازی میکنه مدام. این خیلی اصلا عجیبه که توی این حجم کم تو بتونی مدام حس متفاوتی به یه شخصیت بدی و به تو این حسو میده که این واقعیته. صدا گریه این بچه میاد، امیدوارم که صداش اذیت نکنه. آره، به تو مدام این حس رو میده که چقدر سخته که الان وقتی یه بچه داره گریه میکنه من دارم صحبت میکنم، کاش بغلش کنید. خیلی کم صدا گریه بچه اینجا شنیده میشه، برای همین واقعا خیلی برام عجیبه. داره آروم میشه، بچه خیلی کوچیکه به نظرم، داره آروم میشه.
بعد اینو داره میگه که ما هم فکر میکنیم این اتفاق خیلی میفته برامون، مثلا توی فضای مجازی اتفاقی میفته یا یه ویدئویی از که منتشر میشه یا هر چی و تو یه جبهه‌ای بهش میگیری، یا اون جبهه رو بلند میگی یا نمیگی توی خودته. من خودم به شخصه به رامبد جوان مثلا فکر میکنم یکی دو بار شده که این جبهه رو داشتم درونی، نمیدونم مثلا شاید اصلا علنی به هیچ جای عمومی هم نگفتم جز توی محفل خونم که مثلا این کارو کرده واقعا کار قشنگی نبوده فلان بوده، یا این کار بعد مثلا این باعث شده که این آدم سیاه بشه توی نگاه همه با این همه تلاشی که کرده، ولی باز دوباره ورقش برام برمیگرده وقتی که میبینم که نه اون یه سوء برداشت بوده، اون یک اتفاق لحظه‌ای بوده یا هر چی. خب یعنی این داره نشون میده که آدم‌ها تغییر میکنن و تو میتونی آدم‌ها رو ببخشی، مثل یه بچه که کار زشت میکنه و مادرش رو مثلا در یه حرکت جوگیرانه میزنه بچه و مادر اونو میبخشه و زدن بچه توسط، یعنی زدن مادر توسط بچه خب خیلی چیز دردناکیه از بیرون دیدنش، ولی اون مادر میبخشه و ما واقعا به نظرم کی هستیم که نخواهیم که اشتباههای کوچیک آدم‌ها رو حداقل نبخشیم وقتی که آسیب جدی به ما وارد نکرده. حالا چون الان استثناً اسم رامبد جوان اومد، من 2 تا چیز اومد تو ذهنم. اول این که چقدر دنیا عجیبه. من مخاطب زیادی ندارم تو یوتیوب، شما هر کدومتون برای من خیلی با ارزشین، ولی خب مسلماً من تعداد سابسکرایبرای زیادی ندارم تو یوتیوب و اینکه یکی منو بشناسه خیلی برام عجیبه. چند وقت پیش، حالا شاید این ویدیو رو ببینه، من یک دختر ایرانی رو توی اتوبوس دیدم. این چند ماه پیشه، الان 2 تا ماجراخون تعریف کنم. توی اتوبوس دیدم و با یکی دیگه از دوستان بودم و ما داشتیم با هم صحبت میکردیم و خب چون فارسی صحبت میکردیم تو اون جمعیت و شلوغی و اینا، اون خانوم مثلا یه چیزی کرد، یه صحبتی افتاد بینمون که اونم ایرانی بود و اینا و بعد فهمیدم که یه دانشجویی که تازه اومده، مثلا ترم اولشه و مثلا یه سری صحبت‌ها بینمون رد و بدل شد و یه دختر اصفهانی بود و همون موقع ببین خیلی اینجا مثلا تو آدم دلش تنگ میشه برای خوراکی ایران، نه اینکه اینجا پیدا نشه ها، ولی خب سخت‌تر، مثلا یه گز و اینجور چیزا یا پفک مثلا چیتوز و اینا رو مثلا باید بری فروشگاه ایرانی‌ها شاید باشه و خب دیگه واقعا یه چیزی مثل گز تو خود ایران هم بهترین گز رو فقط تو اصفهان میتونی پیدا کنی، یا اینکه مثلا حالا یه جایی مثلا نمیدونم معروف بشه، نمیدونم سایدینیا گز میده مثلا مثل اینا. حالا در هر صورت این دختر خانوم تازه اومده بود، یعنی فکر میکنم 2 ماه اینطورا بود و توی وسایلش گز داشت و به ما گز داد، نه تنها به ما که مثلا گفتش که تعارف کرد که بردارین برای همسراتون، فهمید که متأهلیم و این خیلی چیز با ارزشیه. اینجا بچه‌ها که اینجا میدونن که خیلی چیز با ارزشیه که تو از اون چیز کمی که تونستی با خودت بیاری و مثلا تو رو وصل میکنه به اون روزهایی که اونجا بودی به یکی بدی. شاید چیز مثلا مالی با ارزشی دیده نشه ولی حسی خیلی چیز ارزشمندیه. حالا اگه اینجا ببینه میبوسمت فرشته جون. و ما دیگه همون ندیدیم و توی یوتیوب منو دیده بود و بهم پیام داد و فلان و اینا. یکی اینو خواستم بگم، یکی هم من بهتون گفته بودم که کلاس داستان نویسی شرکت میکنم از 2 سو، یکی کلاسای زری عزیزم، زری منصف، و یکی هم کلاسای گارنت که از همین تریبون میخوام بگم کلاسای گارنت استادها خوبن، کلاسا داره خوب برگزار میشه ولی در بستر آنلاین افتضاحن، افتضاح، یعنی معمولی هم نیستن، افتضاحن. برای یک مجموعه به این بزرگی فقط میشه گفت افتضاح. بعد و یه سری گروه تشکیل دادن بچه‌ها برای این همون و مدام تو این گروه داره صحبت میشه. من آدمی نیستم که آدم گروه نیستم، اصلا از صحبت کردن تو گروه خوشم نمیاد و وقتی هم که میرم میبینم که تو گروه ها یه عالمه پیامه، خیلی حس بدی بهم داده میشه چون نمیرسم همه رو بخونم و بعد احساس میکنم که از همه چی جا موندم و همش احساس میکنم من همپای کلاس نیستم، یعنی حس ناکافی بودن بهم میده برای اینکه اینجوریه. حالا جلسه پیش در طی کلاس خب اینترنت وصل قطع شد و کلاس قطع شد و منم رفتم تو گروه ببینم بچه‌هام قطع شدن یا چی و دیگه پیام ها رو میخوندم توی اون بازه که وصل بشه، تا وصل بشه داشتم پیام ها رو میخوندم و نارضایتی خودم رو برای اولین بار اعلام کردم از این وضعیت گارنت و توی گروه مثلا اینو میدیدم که در عین این که 99.9% بچه‌ها با احترام صحبت میکردن، بعضیا چقدر بی احترام حرف میزنن. فلان استاد اینجوریه. آقا مگه مجبوری بیای؟ مگه مثلا تو الان قراره
نمیدونم ایکس و ایگرگ، و ما حتی محمود دولت‌آبادی که بزرگترین استاد این دوره است رو نمیتونیم مثلا با پروست و نمیدونم با داستایوفسکی و اینا مقایسه کنیم. مگه تو قرار نیست کلاس اینا بشینی که انتظار بالایی داری؟ بعد چه برسه به بقیه اساتید. من اصلا بی‌ارزش نمی‌کنم استاداشون، خیلیشون رو دوست دارم، ولی اینکه به استادها مثلا این چقدر بد درس میده، این چقدر فلان، چجوری ما به خودمون این اجازه رو دادیم که اینجوری نظر بدیم؟ مثلا استاده داره صحبت میکنه توی کلاسی، منم خوشم نیومد، ولی لزومی نداره. بعد این بستر آنلاین به آدما اجازه داده که بی‌پروا و بی‌ادب حرف بزنن. توی کامنت هایی که بچه‌ها دارن توی اون یعنی پشتیبانی میبینه دارن میذارن، همه مثلا با یه لحنی، نه اینکه فوش بدن، ولی شاید هم حتی بعضی جاها فوش دادن، من ندیدم چون تو کامنت ها دیدم بچه‌ها دارن میگن نباید فوش بدیم. ولی با یه لحنی صحبت میکنن که اون هم آدمی که حضور اونجا نشستن یک نفر این کارو نمیکنه، چون همیشه تو باید احترام بذاری. یعنی مگه میشه آدم انقدر بی احترام باشن؟ خلاصه آقا من به خاطر اینکه از بستر آن برای کلاس بیهقی خیلی راضی بودم و مشخصه از استادم خیلی راضیم، اینو گفتم توی چت ها به بچه‌ها و بچه‌ها گفتن که اینو بذار و من اینو گذاشتم که این پشتیبانی مثلا آنه و میتونید بهشون پیام بدین. و یه نفر اومد ریپلای کرد، یکی از شما عزیزا، که من ویدیوهای شما رو توی یوتیوب دیدم و فلان و اینا، و من اصلا لحظه اول فکر کردم میگه که ویدیوهای مثلا آقای حجازی رو توی یوتیوب دیده، و بعد من همون لحظه باورتون نمیشه رفتم توی یوتیوب سرچ کردم ببینم چه ویدیوهایی از آقای حجازی هست که بعدم ببینم. بعد یهو برام روشن شد که ویدیوهای منو دیده. واقعا خیلی حس خوبی داشت. خواستم بگم که خیلی دلچسب بود و اینو میخوام بس کنم به قضیه رامبد جوان که الان یه برنامه‌ای داره به نام کارناوال و من خیلی دوست دارم این برنامه رو، به غیر اینکه اجراها برام جذابه، مخصوصا اجرای بامداد افشار تا انتها مطمئنا قرار جذاب تا این اجرا برای من بمونه. به غیر این قضیه، این فرهنگ گفتگویی که داره بین مردم راه میندازه، یعنی مردم تهاجمی صحبت میکنن خیلی وقتا و میگه من میخوام اینجا شما یاد بگیرین که میزان خشمتون رو کنترل کنید، حرف بزنید، هر کاری دوست دارین با هم بکنید، ولی اینجا یاد بگیرین. و این خیلی حس خوبیه. یعنی این برنامه به نظر من کار خیلی قشنگی داره میکنه. این همه حرف زدم که اینا رو بگم و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. روانکاوو که فکر میکنم که اگه بتونم زودتر دون کاسمو بقیه داستان اینو بخونم و بتونم سریعتر معرفی اینو بگیرم، واقعا روانکاوو کامل اسپویل میکنم. نه کامل نه، ولی بالاخره اسپویل میکنم. از الان بگم، بقیه رو نمیکنم ولی اینو اسپویل میکنم. بعضی دوستان میان زیر پستام مینویسن، زیر ویدیوام می‌نویسن که این که اسپویل بود. واقعا اسپویل نکردم. من زیاد حرف میزدم راجع به کتابا ولی اسپویل نمیکنم. خیالتون راحت باشه، میتونید برید کتابو بخونید و ببینید چقدر ماجرا هست که من نگفتم. و بعدش رفتم سراغ تاریخ بیهقی که اصلا اینو نخوندم. رفتم همون 1.5 صفحه که از تاریخ بیهقی خونده بودم سر کلاس رو دوباره خوندم و دیدم چقدر راحته. دیدم این متن چقدر راحته. ببینید الان میخونم که یک کلاسی هم بذارم جلوی شما و یک قری هم بدم که من الان خیلی تاریخ بیهقی میفهمم و شما نه. واقعا خیلی راحت بود به نظرم الان اون یه تیکه ها. مثلا میگه چی؟ میگه و قضای ایزد عزوجل چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنان که مراد آدمی در آن باشد که به فرمان وی است. اصلا ببین واقعا خیلی سخت باید باشه ولی الان برای من خیلی راحته، چون برای هر کدوم اینا حداقل برای هر پاراگراف حداقل 1 ساعت وقت گذاشته شده و رمزگشایی شده و باز شده. رمزگشایی نشده، اصلاح میکنم، به خوردمون داده شده، انقدر اون تکرار شده به شیوه درست، انقدر کلمه به کلمه مبدأ و مقصدش مشخص شده که به خوردمون داده شده. و بعد بهمون گفته بود که کتاب یعنی نمایشنامه مرگ یزدگرد رو بخونیم از بهرام بیضایی. اما اینو نخوندم. خیلی دوست داشتم که این یکی نمایشنامه یکی سبرخانی رو بخونم، چون دورانی که کتاب فروشی کار می‌کردم این دوتا رو خیلی بچه‌های هنری میمدن میگرفتن و همش تو ذهنم بود که این دوتا رو بخرم و اینا، ولی نشد. ولی خب مرگ یزدگرد و فایلش رو داشتم تا نمیدونم صفحه چند، ولی 70% توی این کیندل رو نشون میده. من 71% رو خوندم. 1 ساعت تقریبا طول کشید. به خاطر همین دیگه نرفتم سراغ نمایشنامه عشق لرزه، یعنی این موندش. الانم فکر میکنم که اگه
قطع کنم و یه کوچولو کارامو برسم و اگه وقت داشته باشم، چون شب مهمون دارم، اگه وقت داشته باشم همینو تموم کنم. چون اینجا بچه اینا رو دیده بودین؟ اینا مال شکوفه است، یعنی میفروشن توی شهر کتابا و کتاب فروشی، خدای الان اشتباه نگم، کتاب فروشی دی بود دیگه اسمش، نه کتاب فروشی دی، نه یه چیز دیگه بود، چی میگن؟ نه همین بود دیگه، کتاب فروشی دی. میفروشن این کارهای شکوفه رو و من این جزء هدیه‌ای که شکوفه بهم داده بود، یا عالمه از اینا به من هدیه داده از کار خودش و من اینو به همه جا پتی کردم و یکیش اینجاست. که آره این منو یاد شکوفه میندازه، این منو یاد شکوفه میندازه، این عاشق این نقاشی مونتم و به کجاها برد این امید ما را. مسلما یه آدمی هم که همیشه به امید و ناامیدی فکر میکنم. اینم از برنامه امروز من که شامل، الان بهتون میگم، 4 ساعت و 45 دقیقه مفید، من غیر مفیداشو حذف میکنم همیشه، 4 ساعت و 45 دقیقه مفید مطالعه داشتم و اینا هم بذارم اینجا بهتون نشون بدم و باید بگم که احتمالاً یه در حد نیم ساعت دیگه هم قراره اضافه بشه حداقل، برای اینکه مرگه از گرد رو تموم کنم. این از کتاب هایی که در هفته 8 پروژه 1 در 7 از فصل دومش کنار من بودن و البته که فقط این کتاب ها همراه من نبودن، شما هم همراه من بودین. خیلی خوشحالم که اینجایین. از همینجا میخوام بهتون بگم که هفته 9 رو 100% ببینید، چون هفته 9 قراره بیرون از خونه ضبط بشه، قراره توی شهر دیگه ضبط بشه، قراره توی 2 تا شهر ضبط بشه، قراره شهرها رو هم بهتون نشون بدم. 2 تا شهریه که خودم تا حالا نرفتم و 2 تا شهر کوچیکن البته، ولی خب قراره جاهایی از شهرها هم بهتون نشون بدم. یعنی این که وقتی که دارم ویدیو میگیرم و میگم که اون پارتی که خوندم چی بوده، بک‌گراندم یه بک‌گراند ثابت نیست و من در حال حرکتم احتمالاً، یا با یه بک‌گراند متفاوت هر بار نشستم. و از همین تریبون باید بگم که ببخشید که هفته بعد قراره کیفیت ویدیو پایین تر باشه، شاید به خاطر اینکه بیرونه و نمیدونم واقعا چی کار کنم برای میکروفون، چون من میکروفونم که اینجوری سیمیه، چقدر وایرلس نیست، اینجوری بگم. از این میکروفونا نیست که اینجا وصل میشه، میکروفونم اینجوریه و من صدا رو دارم با لپتاپ ضبط میکنم و خب مسلما نمیتونم اینو با خودم ببرم سفر. و آره، مرسی که تا اینجا همراه بودین، مرسی که همیشه همراه همین، مرسی که دونه دونه یک جای دیگه منو میبینید برو میارین که منو میشناسین و من خیلی ذوق میکنم. یکم خجالت میکشم ولی خیلی ذوق میکنم و همین دیگه. دوستتون دارم. تا ویدئوی بعدی که خیلی هیجان انگیزه و معرفی های بعدی، خدا نگهدار.